با سلام خدمت دوستان عزیز به چنل آموزشی مستر نوافن خوش اومدید. من محمد هستم و تو اولین قسمت پلیلیست داروخانه چی میخواستم بهتون بگم که چطوری میتونین نسخه بخونین. قبل هر چیز دوست دارم بهتون بگم که آدم خوبه توی زندگی انسانیش هم گیرنده باشه هم دهنده. به قول معروف هم ببخشه هم بگیره. خیلی خوبه که وقتی اگر به کارتون بیاد و از این کلیپ ها استفاده کردین و گرفتین، به قول معروف با یک لایک یا سابسکرایب اگه به من انرژی بدین، مطمئنا منم این انرژی رو میگیرم که بتونم براتون کلیپ های بهتری درست بکنم. خب میریم سراغ نسخ. نگاه کنین، نسخه هر کدوم شامل چند بخش میشه. حالا قبل از این بهتون بگم که این روزا دیگه نسخه الکترونیک شده و یه سری نسخه خاصیه که حالا مثل بانک ها و یه سری بیمه های خاص همچنان نسخه پیچی میکنن و نسخه مینویسن. خب در کل میخوام بهتون بگم که نسخه چند تا بخش داره. یکی بخش اوله که بهتون میگه تایپ این دارو چیه، دومی خود داروه، سومی تعدادشه و چهارمی دستورشه که حالا اینو دستور نزدن، تو این قسمت میزنن دستور. حالا اینجا مثلا دستور هستش. نگاه کنین کلا تایپ داروها رو اول بهتون بگم. تایپ داروها نشون میده که شما چه مدل از دارویی دارین نگاه میکنین که بهش برای مریض بپیچینین نسخه رو. اول از همه کپ سول که اختصاری اینجوری نوشته میشه کپ، که میشه کپسول. بعد تبلت که اینجوری اختصاری نوشته میشه قرص. یه افروسنس هست که EFF نوشته میشه، منظور جوشانه. اینهالر اینا حالت استنشاقی داره، استنشاقی که پودر و اینا. بعد میتونم بهتون از آمپول بگم که AMP نوشته میشه، ویال که حالا همون ویال نوشته میشه. این آمپوله، این ویاله. و سیرپ که به همون حالت سیرپ اینجوری هم نوشته میشه. یه آرم ممکنه بزنن که میشه شربت. ببینم مدل زیاد داره. اوینت که ONT هم نوشته میشه پوماد. کرم که همون کرم نوشته میشه، حالا اینجوری می نویسن، ای نداره. خب اسپری یا وای میدن که میشه اسپری. دیگه دراپ که همون دراپ نوشته میشه. البته می نویسن دیگه DRP هم می نویسن، اینجوری اختصاری هم می نویسن که میشه قطره. لوشن که LOT میزنن میشه لوسیون. خب میبینین کپسول، کپ، تبلت، تب، افروسنس که میشه EFF، اینهالر EINH،
آمپول، AMP، ویال، سیروپ، اوینت، کرم، اسپری، دراپ، لوشن. البته مدل های دیگه هم موجوده، حالا من الان حضور ذهن ندارم که بهتون بگم، ولی این قسمت اول خب اینا میشن همون چیزی که من دارم بهتون میگم. خب اینجا نگاه کنین، اوینت که میشه پماد، این میبینین SYP که میشه شربت. اینا حالا این خود خوندن اینا هم یه داستانه خاص خودشو داره، چون مثلا اینو هر کی نگاه کنه متوجه نمیشه این چی نوشته اصلا، میبینین؟ ولی خب این تبلته، شما از نوع دارو متوجه میشین که این چیزی که اینجا نوشته چیه، یعنی یه چیزی هولوشه، یه چیزی همراه با هوش خودتون به علاوه تخصص خودتون به علاوه یه چیز ترکیبی باید درست کنین که بتونین خطا رو بخورین، که این خطای دکترا رو میدونین کلا داستانای خودشو داره. حالا تو یکی دیگه بهتون نشون بدم، میبینین تب و دراپ. تب دراپ که میشه قطره، تب هم که میشه قرص. توی قسمت بعدی داروه. خب که شما باید یه تخصصی داشته باشین و بدونین که داروها چی هستش، یعنی اما اولش رو ببینین تا تهش بتونین برین و دوزهاشو بلد باشین. به طور مثال تب ببینین سیپروفلوکساسینه، این او خب اینجا باید یه او باشه ولی خب نیست، شما خودتون باید اینو کامل کنید. سیپروفلوکساسین 500، خب مثلا 2 تا دوز داره، سیپروفلوکساسین 250 داره 500. این اوتیسپته. خب به طور مثال یه نوع قطریه که با اسم تجاری نامگذاری میشه. توی اینجا نگاه کنین، اوینت تتراسایکلین 3%، دراپ سیروپ دیفنیدرامین، این سه تا باز تبه، آتروباستاتین 40، سفیکسیم 400 و جینکورا. اینا یه سری چیزایی که حالا شما اگه تو داروخونه کار کنین متوجه میشین که چه چیزایی هست. خب این قسمت دومشه. قسمت سومش نامبرشه که تعدادش رو نوشته. پماد تتراسایکلین 1 عدد، شربت دیفنیدرامین 1 عدد، آتروباستاتین 40 90 تا، سفیکسیم 400 20 تا و جینکورا 20 تا. اینا کاملا مشخصه که اینجا حالا میریم اینو میبینین، لوسیون کلوتریزون 1 عدد و دستور، پماد موپریسین 1 عدد و دستورش، تب میشه قرص استوکر 60 تا، کپ میبینین کپسوله، این کپسوله مثلا، و این ففول 60 تا. خب حالا میریم برای دستورش رو نگاه کنین، هر شب بمالید به سر، میبینیم به سر بمالید. این فارسی خوندنش هم خودش یه داستانی داره چون فارسیشون هم مثل انگلیسیشون مینویسن. پماد موپریسین هر 12 ساعت به کف سر، هر 12 ساعت به کف سر. استوکر روزی 1 عدد، ففول شبی 1 عدد. خب من یه توضیح حالا توی جلسه بعد بهتون میدم که دستورها رو بهتون بگم، چون دستورها حالا یکی میبینی فارسی مینویسه، یکی میبینی اینجوری مینویسه، میبینین خط 1 فلان، یکی حالا توی این نسخه‌ای که آوردم نیست. توی نسخه‌ای که حالا این نسخه میارم که مدل‌های دیگه شون هم بهتون نشون بدم. حالا تا اینجا توی قسمت اولی که من براتون الان گرفتم، شما حالا یه پیش زمینه‌ای از که چه اختصاری دارن اولش، اصلا چی ان اینا اولش میاد،
و دوم اسم دارو، تعداد دارو و دستور دارو. این چیز کلی بود که حالا تو این جلسه بهتون میگم. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.